پس از فرار داریوش سوم در جنگ با اسکندر مقدونی، وی به مانند فاتحان مست و مغرور به شهرهای ایران میتاخت و یکی پس از دیگری اونها رو در مینوردید. سودای رسیدن به تخت جمشید باعث شد که اسکندر فکر عبور از کوههای سر به فلک کشیده زاگرس رو از سر بگذرونه و پس از مشورت راه پایتخت 200 ساله هخامنشیان رو در پیش بگیره. درست در همین نقطه با مانعی 5000 نفری به فرماندهی سرداری پارسی نژاد از تبار لرهای زاگرس به نام آریابرزن روبرو میشه. بر فراز زاگرس دیدبانان آریابرزن تمام فعالیت‌های اسکندر را رصد می‌کردند و تا مدت‌ها اجازه هیچ نوع تحرکی به اونها نمی‌دادند. درست در لحظه‌ای که اسکندر از فتح زاگرس ناامید شده بود، خیانت لیوانی و نشان دادن راهی برای دور زدن جنگاوران مدافع وطن باعث شد آریابرزن غافلگیر و محاصره شه. این سردار شجاع در نبردی نابرابر تا آخرین قطره خونش رو فدای میهن کرد و با بدنی غرق در خون مام میهن رو